تصور کن در دل تاریکی مطلق، جایی که حتی یک ذره نور هم نیست، در اعماق اقیانوس، در شکم موجودی عظیم، بدون راه فرار. این یک داستان افسانه‌ای نیست. این سرگذشت واقعی پیامبری است که تنها با یک جمله سرنوشتش را تغییر داد. حضرت یونس علیه السلام پیامبری بود که خداوند او را به سوی مردم شهر نینوا فرستاد. مردمی که در غفلت و گناه غرق بودند، حضرت یونس با تمام توان دعوتشان کرد. اما گوش هیچ کس بدهکار نبود. سرانجام خشم و اندوه او را واداشت تا شهر را ترک کند، بی آنکه اجازه الهی برای این سفر گرفته باشد. یونس سوار کشتی شد تا از آن سرزمین دور شود. اما در میان راه طوفانی سهمگین فرا رسید. کشتی در حال غرق شدن بود و ملوانان باور داشتند که این حادثه به دلیل گناه یکی از مسافران است. قرعه کشی کردند و نام یونس درآمد. نه یک بار بلکه 3 بار. او را به دریا انداختند و در همان لحظه ماهی عظیمی او را بلعید. نه مرگی در کار بود، نه راه فراری. تنها تاریکی، فشار و تنهایی. آنجا بود که یونس به خطای خود اعتراف کرد و با تمام وجود چنین گفت: لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. خدایا، معبودی جز تو نیست، منزهی تو، همانا من از ستمکاران بودم. این دعا هم اعتراف بود، هم توبه، هم تمجید از خدا. خداوند دعای بنده‌اش را شنید و به ماهی فرمان داد که یونس را در ساحل رها کند. او نجات یافت، زنده اما دگرگون، با قلبی سرشار از ایمان و شکرگزاری. این داستان فقط یک ماجرای تاریخی نیست، پیامی است برای من و تو. هر کجا که باشی، هر چقدر در تاریکی مشکلات فرو رفته باشی، یک دعا، یک بازگشت میتواند همه چیز را تغییر دهد. گاهی عمیق‌ترین تاریکی‌ها مقدمه روشن‌ترین روزها هستند. یاد این دعا همان نوری باشد که تو هم در تاریکی زندگیت نیاز داری. اگر این داستان قلبت را لمس کرد، به اشتراک بگذار و در کامنت ها بنویس تو در سخت‌ترین لحظه زندگیت چه دعایی بر زبان آوردی؟ ممنون که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. لطفاً کانال ما را دنبال کنید. هر هفته دوشنبه و جمعه ساعت 10 شب منتظر ویدیو جدید باشید. تا ویدیو دیگر، خدا نگهدار شما.